موضوع صحبت امروزه ما نقش دستان مهاجر عنوان گرفته است. رفتیم خیلی نشد با برگشتم اومده حاضر اینجا کار کردیم خدا رو شکر یعنی نه همش نقص. من 3 سال در شهری تومه بوده هر نمود کار رو میکرده. سهم آنها را در اقتصادیات دیده ایستادن. همین روزی بین الخلقی مهاجران را از طرف اسمبلی جنرالی و تصدیق کردند. ما هم می‌خواهیم که این روز این انعکاسگری همین دستاوردهای مردم خود باشه. پدری من به مهاجرت رفتن، در ساختمان کار کردن. امروز همه نمودی کاری ساختمانی خانه در خودمون پدرم میکنن. بسیار مهاجرانی برگشته با جای کاری تامین گشتن. مدتی طولانی نمیگردن آنجا چون که ما آنها رو یاد میکنیم، ما در انتظار آنها هستیم. برای همون موفق شدن هر یک مهاجر از اعضای عائله آنها وابسته هست.